برای درخواست کمک احمد مسعود از اسرائیل جبهه مقاومت ملی تکذیب کرد. سلام، خوش آمدید به اخبار امروزی ما. رسانه اسرائیلی ماریو در گزارشی مدعی درخواست کمک احمد مسعود از رژیم صهیونیستی شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان این ادعا را تکذیب کرده است. با گزارش پایگاه تحلیلی خبری تحولات جهان اسلام صفحه تویتری جبهه مقاومت ملی افغانستان وابسته به احمد مسعود در پیامی اعلام کرد که ادعای درخواست کمک احمد مسعود از رژیم صهیونیستی صحت ندارد. وی هیچ مصاحبه اختصاصی با رسانه اسرائیلی نداشته است. لازم به ذکر است که رسانه اسرائیلی ماریو اخیراً در گزارش احمد مسعود را رهبر شورشیان افغانستان خطاب کرده و مدعی درخواست کمک این نیروها از اسرائیل شده است. در این گزارش احمد مسعود در این مصاحبه گفته است: ما با کمک هر طرفی که بخواهد از ما حمایت کند از جمله اسرائیل نیاز داریم. من فکر میکنم همه باید با هم برای پیشرفت بشریت و برای تاریکی تروریسم و ماریو در این گزارش به نقل از مسعود گفته است که وی از مذاکرات امریکا با طالبان ناامید شده و از به توجهی اروپایی ها به افغانستان به خاطر جنگ اوکراین دله کرده است. مسعود همچنین گفته است کسانی هستند که از این جنایات ناآرام هستند و مذاکره برای وضعیت حقوق بشر فشار می آورند. آنها به افغانستان کمک های بشر دوستانه می کند و پناهندگان را می پذیرند، اما چند پناهنده دیگر را می توانیم بپذیریم. کمک کافی نیست. ما برای تغییر واقعی طالبان نیاز به فشار سیستماتیک بیشتری داریم، زیرا آنها تغییر نکردند، اما ما باید با آنها گفتگو کنیم. این بود اخبار امروزی ما. تا اخبار دیگر کانال ما را سابسکرایب نمایید. وقت خوش. خدا نگهدار.